آقا درود برکت. جواد کنگرانی هستم، کوچیک شما، مخلص شما. امیدوارم که هر جایی که هستید حالتون خوب باشه، دلتون خوش باشه، جیبتون پرپول باشه، هر چیز خوبی که از خدا میخواید خدا بهتون بده و اینکه همیشه تنتون سلامت باشه، در کنار خانواده‌هاتون خوش بگذرونید، اشغال کنید. آقا راستش 3 ساله که کلا من گذشته خوبی نداشتم. 3 سال شیفت زدم کلا تو زندگیم، یعنی در واقع به چیزایی که میخواستم رسیدم. حالا چطوری رسیدم که الان واقعا همه چی واسم اوکیه، نه اینکه پنت هاوس ایفل بخوام و فلان ماشین رو بخوام و اینا، نه اندازه، یعنی اون اندازه ای که اوکی باشه برای من، اوکی باشه، نه اینکه بخوام بیرون از خودم زندگی کنم، آسیب روحی ببینم، نه. یه اندازه ای که الان خدا رو سر هزار مرتبه شو خیلی خیلی راضیم و 100% به درد شما هم میخوره. حالا تو ویدیوهای بعد براتون بهتون میگم که حالا داستان چی شده، چجوری من اومدم بالا و همه چی برام گل و بلبل شده، همه چی اوکی شد. بازم میگم مادیاتی زیاد نبود، یه مقدار بود که بهش رسیدم. الان نیایید بگید چرا فلانجا ویدیو نمیذاری. آقا من اگه یه مقدار بازی با کلمات ندارم، دارم معمولی صحبت میکنم و یه مقدار دیزاین و اینا بده، اینا من دیگه ویدیو اولم، شما به بزرگی خودتون دیگه ببخشید دیگه، چکریم. آقا بریم سر اصل مطلب. سیکس پک، چیزی که خیلی ها دوست دارن، یعنی خود من در واقع عاشقش بودم، خیلی دوست داشتم. من از 8/8/1400 شروع کردم بدنسازی، فعالیت کردن، ورزش میکردم، بدنسازی ورزش میکردم، تو این رشته فعالیت میکردم که خیلی خوردم تو در دیوار، حج میگرفتم، میریختم، شل میشد بدنم، میومد بالا، صفر میشد، خیلی خوردم تو در دیوار، تا اینکه کاری که خودم کردم و اینکه جواب گرفتم. حالا اگه عکس قبل و بعد من اوکی، این عکس قبل منه، قبل باشگاهمه که زیر بغلمو زنبور نیست زده، کتمو باز کرد، نه این خدای کاپشنه یه مقدار تنگ بود، چاق شده بودم، زیاد بسته نمیشد. بعد این هم عکس هلوشی فکر کنم 4 و 5 روز، حالا نهایتا 1 هفته پیش بود که گذاشته بودم و می‌بینی. خب دوستان، موضوع سیکس پک که چطوری شد که واقعا من تجربه‌ای که داشتم و دارم در اختیارتون میذارم که اگه به دردتون بخوره که واسهتون اوکی باشه، که منم دعا میکنید، منم از شما انرژی میگیرم. من چیز خاصی از شما نمیخوام، فقط واقعا اومدم تجربه‌مو بدم، یعنی در واقع اتفاقای خوبی که تو زندگیم افتاده و چیکار کردم که این اتفاق افتاده، و حالا این داستان سیکس پک و اینا که حالا خیلی ها دنبالشن، میگم خود منم دنبالش بودم که اوکی شد، میخوام حالا براتون 0 تا 100 قشنگ بشکافم داستانو. من رفتم مربی، حالا اسم نمیبرم، گمنامیش حفظ میکنم. رفتم ایشون مربی، به من گفت اینو مصرف کن، این مکمل اون مکملش، به من برنامه داد و من مربیا خوبن ها دوستان. من اگه میگم رفتم پیش مربی، این نمیشه که حالا یه مربی یه مقدار ضعیف باشه همه بد باشن، نه. ولی من با کله خودم را رفتم دیگه، از اون به بعد که جواب نگرفتم یه کله خودم را رفتم، اومدم چیکار کردم، اومدم تحقیق کردم که آقا از این سری اومدم تحقیق کردم که واقعا جوابم بهم داد که آقا تغذیه و حوازی به اندازه، حوازی هم بهتون بگم زیاد چربی سوزی نمیکنه، حوازی اندازه که حالا هفته 2 بار به بدنسازیم کمک میکرد و انجام دادم. بعد اینکه
خوابم مشکل داشت که ملاتونین مصرف میکردم که مصرف میخواید بکنید حتما با دکترتون مشورت کنید، شما سر خود نرید مصرف کنید. که یه قرص دیگه هم بود که الان حضور ذهن ندارم، ولی اگه خواستید حالا به من دایرکت میدم. من نمیدونم آقا، یوتیوب من نمیدونم، اینستاگرام حتی زیاد من نمیدونم. ازم یه جایی که پیام میاد بپرسید. اون یکی قرصه رو من دقیقا حضور ذهن ندارم، واسه خواب و آرامشی که خیلی به کیفیت خوابتون کمک میکنه. خیلی اون واسه استرس های مثلا کاری، و چون مثلا الان دیگه زندگی استرسی شده دیگه، خیلی کلا بهتون کمک میکنه، ولی اینکه عادت کنید خوب نیستش. یه روغن مثلا کنجد و روغن عرض خدمت شما که روغن کنجد مصرف میکردم با روغن زیتون، که حالا دونه دونه بریم جلو، حالا بهتون بگم چی شد. ببینید من اومدم تغذیه‌مو اوکی کردم، 2 گرم تا 2 گرم و نیم به ازای هر 1 کیلو از وزن بدنم، منی که بدن سازی میکردم، منی که وزنه میزدم. شمایی که باشگاه نمیرید داستانش فرق میکنه. منی که باشگاه میرفتم، یعنی میرمم، 2 گرم تا 2 گرم و نیم، 2 گرم حالا تقریبا جوابه، 2 گرم تا 2 گرم و نیم من پروتئین مصرف میکردم. پروتئینم از فیله میگرفتم، غذا میگرفتم، مکملم میگرفتم. بعد اومدم رفتم یک سری ویتامینا رو گرفتم، بعد پروتئین وی ایزوله گرفتم، بعد کراتین گرفتم که حتی به من گفته بودن یه سری مربینه، یه سری گفته بودن کراتین آب میندازه زیر پوستت. نه، کراتین گرفتم. بعد دیگه آب کافی، آب به اندازه مثلا مصرف میکردم. حالا بر حسب وزن بدنتون بزنید تو گوگل، میاد که چقدر باید مصرف کنید. من اومدم کربوهیدراتم رو خیلی آوردم پایین، که نباید انقدر زیاد می آوردم پایین، خیلی آوردم پایین که خیلی هم بدنم ریخت. یعنی گولاخ نبودم، چون اصلا من سلیقم نیستش که خیلی بخوام مثلا بزرگ بشم و اینا. حالا یه سری سلیقه‌شون هست که ما به سلیقه‌شون احترام میذاریم، ولی سلیقه من نیست. من یه بدن کات جمع و جور خوشگل همیشه دوست داشتم. البته اونایی هم که حجم زیاد میخوام بگیرن، اینم بهتون بگم دردسرای بیشتری میکشن، هزینه‌هاش خیلی بالاتره، و اینکه خب قشنگ هم از عالیه، ولی میگم سلیقه من نیستش. بعد عرض خدمت شما که الکارنتین به من گفتم واسه سطح انرژی تا واسه چربی سوزی نیست، که هم مصرف کردم. بعد قبل صبحونم یه مدل اوتمیل مصرف میکردم که حالا بعدن میگم تو حالا اینستاگرام وصل نکردم، اینستاگرام قبلیم پاک شد و در واقع من اینستاگرام وصل کنم واسه تون استوری میکنم که چیا مصرف میکنم، چیا بهم جواب داده، و یا حالا همینجا هم حالا هر جایی که میتونید بپرسید بهتون میگم مثلا چطوری اوتمیلمو درست میکردم و با چیا درست میکردم و اینا. بعد دیگه همینا بود دیگه. من اومدم هفته 2 بار هوازی میزدم 20 دقیقه. آفتاب دوستان، آفتاب واسه سطح انرژی عالیه، خیلی خوبه. حتما اگر میتونید قبل از ساعت 9 صبح، بعد از ساعت 3 و 4 بعد از ظهر، حالا اگه تابستونه که 4، اگه مثلا تو این فصله که ببخشید اگه تابستون، اگه تابستونه که 4، اگه تو این فصل دیگه مقدار هوا خنکه و اینا، همون سم اوکیه، حتی روز 20 دقیقه اوکیه. که حالا ویتامین دی هم میشه مصرف کرد، ولی خب آفتاب بهتره. بعد عرض به خدمت شما که آره دیگه همینا بود دیگه من میرفتم وزنه میزدم. بعد اینکه من یه مدت خیلی میرفتم شکم میزدم خودم، و خدای این چرا در نمیاد.
بعد حالا اینو میخوام بهتون بگم، یه سری هستن میرن باشگاه هر روز دارن شکم میزنن، هر روز دارن شکم میزنن که مثلا جواب بگیرن سیکس پک. نه دوستان، واقعا اینطوری نیست. من این کارو کردم، 100% اشتباس. هفته 2 بار تجربه من میگه هفته 2 بار جواب میده. اوکی، هفته 2 بار یعنی 100% اوکیه. این نیستش که شما بخوای حتما، حتی حوازیش هم هفته 2 بار اوکیه. شما نمیخواید هر روز حوازی کار کنید، حوازی هم هفته 2 بار 3 بار اوکیه. بعد دیگه آره دیگه من رفتم دیگه تغذیه‌مو درست کردم. یه وعده قبل از صبح، آره دیگه یه وعده 6 صبح میخوردم، یه وعده 8 میخوردم، یه وعده 11. منتها وعده هم کم بود، تقسیم کرده بودم، همه چی رو اصول بود. حالا داستان سیکس پک من میخواستم اینو به شما بگم که دوستان واقعا اینه که مثلا میان خودشونو پاره میکنن، فقط شکم میزنن که از اون. ببین شما زمانی که شکم میزنید سیکس پکاتون که نمیزنه بیرون که. شما اوکی پکاتون رو دارید تقویت میکنید، اوکی خب، ولی اون پکه که داره تقویت میشه چربیه داره هول میده به جلو. چربی سوزی تو بکن که اگر پکیم بود، اگر پکیم داری تقویت میکنی قشنگ دیده بشی. شما و شما غذا تو رعایت نکن، اصلا روزی 5-6 ساعت شکم بزن، فایده نداره که. دوستان 0 تا 100 سیکس پک، 0 تا 100 سیکس پک کلا 2 تا گزینه است. یکیش داروه با ورزش که اصلا من نمیگم این کارو بکنید، خواستید بکنید برید با دکتر مشورت بکنید، ولی من اصلا نمیگم، چون خودم این کارو نکردم و نمیکنم. یعنی نمیدونم نمیکنم یا میکنم، نمیدونم، ولی تا الان نکردم. حالا شاید یهو فاز بگیره و دیگه، چون من زیاد سلامتی عقلم ندارم دیگه، شاید فاز بگیری یهو برم فرو کنم. ولی من توصیهم به شما اینه که این کارو نکنید، چون واقعا من دوستم آسیب دید. یعنی دوستم که چند تا از دوستام آسیب دیدن. من میگم نکنید. اگرم خواستید این کارو بکنید حتما با دکتر مشورت کنید. بازم میگم اصلا خوب نیست. چیزی که من با چش دیدم، من کاری ندارم کتاب چی نوشته، مقاله، مربی، من کاری به اینا ندارم. من چیزی که با چش دیدم، کاری که خودم انجام دادم و میام اینجا میگم. چیزی که من دیدم، متوجه ای؟ نمیرم مثلا فلان دکتر بگه، این مربی بگه، اون مربی بگه، یا بخونم تو اینترنت بیام. نه، چیزی که دیدم، چیزی که بچه‌ها تجربه‌اش داشتن، چیزی که خودم تجربه‌اش داشتم، من میام اینجا بهتون میگم. بعد این که آره 0 تا 100 سیکس پک، یکیش همون داروه، یکیش هم برنامه غذایی درست. چقدر آب مصرف کنی، استرس نداشته باشی، شکم هفته 2 بار کفایت میکنه. چقدر غذا بخوری، چقدر پروتئین مصرف، چقدر آمینو اسید، چقدر پروتئین مصرف کنی، چقدر مکملهای ورزشی، مکملهای غذایی مصرف کنی، به اینا بستگی داره. اصلا این نیستش که شما خودتو پا به خدا قسم علی عکسی که من گرفتم و روش فکر میکنم حالا چون قسم میخورم دقیقا یادم نیست، ولی خیلی وقت آن شیکم نزدم. ولی خب الان پکم اوکی و البته الان یه مقدار تو این 2-3 روزه زیاده روی که سیکس پک دوستان بعدیش اینه دیگه، شما میایید اوکی همه چی خب، مخصوصا مثلا اینکه شما نچرال باشی، یعنی دارو مصرف نکنی، اوکیه. بعد مثلا 3 روز که مثلا برنامه غذایی تو رعایت نمی‌کنی، یهو میبینی مثلا درصد چربی یه مقدار میاد بالا، و نه اینکه یهو سیکس پک قیب بشه، نه کمتر میشه. بعد اینکه آره دیگه 0 تا 100 همین بود، هیچ چیزی هم به جز این نیست. کسایی که میدونن که حالا میدونن، کسایی هم که نمیدونن بدونن هیچ چیزی به جز اینا نیست. تغذیه و میگم حوازی هم واسه شارژ کردن قلب و مغزه.
اوکی، واسه این نیستش که مثلا شما بری بودوی بگی من. یه سری که میرن عمل میکنن و اصلا دوستان واقعا من حالا میگم، حالا اونو بعدا توضیح میدم. واقعا یعنی به نظر من بهترین راهش همین تغذیه و مکمل و آب کافی خوردنه و کربوهیدرات به اندازه. کربوهیدرات نباید قطع کنید دوستان. بعد ویتامین ها رو به اندازه خوردن و استرس نداشتن و همین مکمل غذایی رو مصرف کردن و 0 تا 100ش اینه. بیرون از اینم هیچ چیزی نیست. الکی دنبال هیچی نگردید که آی مربی به من برنامه، بهترین مربی جهان بیاد به شما برنامه بده. شما وقتی خودت هوای خودت نداشته باشی، وقتی تغذیت اوکی نباشه، ما رفیقام میگه برای چی برای من در نمیاد، هی میکشه بالا. البته دوستان اینم بهتون بگم، وقتی که سیکس پک میخواید در بیارید، درصد چربی میخواید کم کنید، یه مقدار میریزه دیگه صورت و اینا، یه مقدار داغون میشه. مثل من که حالا الان صورتم باز پر شده، خیلی اینجوری شده بود یکی دو هفته پیش، خیلی بدتر بود. این 3-4 روزه خود غذا زیادتر خوردم که یه مقدار بیام بالا اوکی بشم، یه مقدار بهتر بشم. ولی در کل چربی صورت و مثلا یه کوچولو سرشونه و اینا میریزه دیگه، حالا بازو و اینا میریزه دیگه. ولی در کل اگه میخواید این کار انجام بدید، چون من یک سری ها رو دیدم بندگان خدا میام فقط شیکم، هفته‌ای که مثلا 7 روزه 8 روزش شیکم میزنن. فکر کنم مثلا شیکم بزنم واقعا شیکمه در میاد. نه، اون عضله داره، اون پکا تقویت میشه. مثلا جلو بازویی که شما میزنید مثلا یه مقدار عریض کم کم عریض میشه و اینا، مثل اونه. این نیستش که مثلا چون شما مثلا برید مثلا هر روز شیکم بزنی بعد بیای تغذیه رو رعایت نکنی. نه، 0 تا 100ش همه چیش تو تغذیه است. 0 تا 100 تو تغذیه است. خواب کافی، خواب با کیفیت، خواب کافی، آب، چه میدونم خوردن آب اندازه، بعد اینا خیلی کمک میکنه. این کارا رو بکنید به اندازه، همه چی به اندازه مصرف کنید، ورزش کنید. اگر سیکس پک در نیاوردید، هر چی دوست داشتید دارم بگید، یعنی واقعا دید دیگه، تجربه خودم بود. خیلی دوستتون دارم. تو ویدیوهای بعد دوستان من راستی اینو نگفتم، چنل منو سابسکرایب کنید. آقا چنل منو سابسکرایب کنید. من نمیتونم خوب تلفظ کنم، سابسکرایب کنید، حتما سابسکرایب کنید، برام کامنت بذارید، منو داشته باشید. حالا اینکه موضوع سیکس پک بود، این کارو بکنید 100% جواب میگیرید. من بهتون قول میدم. بعد اینکه من چنلم ورزشی نیستش، من چنلم کاری که کردم جواب گرفتم. ببین به پول خواستم رسیدم، به سلامتی خواستم که داشتم، حالا بهتر شده رسیدم. یه سری چیزا یه جایی خواستم یه سری کارا رو بکنم که واقعا همه کس نمیتونه اون کارا رو بکنه که رسیدم. یه سری چیزا هستش که واقعا 100% تو زندگیتون تاثیر میذاره، 100% تو زندگیتون تاثیر میذاره. حتما منو داشته باشید اگه خواستید ببینید من چجوری ورزش میکنم، چی میخورم، چقدر ورزش میکنم، چقدر هوازی میزنم. با من همراه باشید تا من اینجا سابسکرایب کنید تا من یه اینستامو اوکی کنم که تو استوریاش، چون من اینجا زیاد بلد نیستم شورت اینا بذارم. من تو اینستا واسهتون استوری میکنم. حالا اگه دوست داشتید منو دنبال کنید. واقعا میگم من یه چیزایی به دست آوردم تو این 3 ساله که حالا این سیکس پک و هیکل، البته اینم ویترین اوکیه باید باشه، ولی خب یه سری چیزا به دست آوردم که واقعا خیلی تو زندگیتون به دردتون میخوره، خیلی تو زندگیتون به درد میخوره. حتما منو داشته باشید. دوستتون دارم. تا دیدار بعد، بدرود.